دکابر بر اثر برفریزی زیاد حرکت توسط شوروی دوشنبه خوجندچنوق یگانه روی زمینی بین شمال و قسمت‌های باقی مانده تاجیکستان خیلی مشکل شده است. شرکت IRS که مسئولیت نگهبین و پولچینی در این یگانه روی پولکی تاجیکستان را در دست دارد، رانندگان را هشدار داد که بارش برف در اکثر قطعه‌های راه تا رفت شدت گرفته ایستاده است و از این رو رانندگان را لازم است که به حالت تکنیکی اتومبیل‌هایشان بیشتر توجه ظاهر نمایند. از جمله به رانندگان توصیه داده می شود که در چنین آب و هوا با خود داشتن زنجیر به منفعت کار است. ژورنالیست شیروان عمرالدین که در این روز عزم سفر کرده است نیز با نشر چند ویدیو از رانندگان خواسته است که خیلی احتیاط کنند، چون که حرکت از طریق شاهراه ماشینگرد خوجند دوشنبه به نهایت وزنین است. برف با شدت باریده ایستاده است، حتی با زنجیر ماشین‌ها از آب کشیده ایستادند. نوشته شیروان عمرالدین هواشناسان قبلا خبر داده بودند که روزهای 26 و 27 دکامبر هوا در تاجیکستان خیلی سرد شده، اول باران و سپس برف میبارد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از رانندگان خواسته بود که در این روزهای پربارش از احتیاط کار بگیرند و بدون ضرورت عاجل از سفر از طریق راه‌های کوهستان خودداری کنند.